بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنك بعوني الله تعالى ودرس خضر دوامدهم از رسالة 70 مسألة مهمة في الصيام، يعني 70 مسألة مهم آيدي روزة، از آن الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي حفظه الله تعالى با تعليقات و تقديم الشيخ علامة أحمد بن يحيى نجمي، الله سبحانه وتعالى انكسر رحمت کند. درس امروزی ما با عون الله تعالی آغاز می‌یابد، آنجا که صاحب رساله فرموده است: المسألة السادسة عشرة، مسألة 16، حكم استعمال بخاخ الرب الذي يستعمل ليخفف ضيق النفس الحاصل في الضغط وغيره. يعني حكم استعمال کردن آلتی که برای بیماری استما استعمال کرده می شود که او را پولوریزات رش میگویند. یستعمل لیخفف، و استعمال کرده می شود برای خاطر سبک گردانیدن ضیقی نفس را یا که نفسگیری را که روی میدهد در حالت فشار و غیره. قال الإمام ابن باز رحمه الله، شيخ إمام ابن باز عبد العزيز رحمه الله تعالى فرموده است: حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك. يعني حكم آن چی بوده است؟ مباح است میگوید، یعنی که اجازت است اگر به این ناعلاج و ناچار باشد، لقول الله عز وجل، بنا به قول الله عز وجل آنجا که در سوره الانعام آیت 119 فرموده است: وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم الیه. و هر آینه با شما آن چیزهایی که بالایتان حرام گردانیده شده است آنها را به تفصیل فهمانیده شد، مگر آن چیزهایی را که شما به همون چیز ناچار و ناعلاج باشید. ولأنه لا يشبه الاكل والشرب، چون که این آلت یا که استعمال این به خوردن و نوشیدن یگان مشابهتی ندارد، ماننده ندارد. فاشبه سحب الدم للتحلیل والإبرة غیر المغذیه. این با گرفتن خون به خاطر تحلیل یعنی انالیز مانندی دارد، و الإبری غیر المغذیتی، یا که به مانندی سوزنداره هایی که برای غذا نمی باشند به همین مانندی دارد. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، الشيخ أحمد بن يحيى النجمي الله رحمتش کند فرمود: گفت است که وقد سألت عن هذا وسئلت عن هذا وتوقفت فيه اولا. یعنی گفت است که اولا مرا آیدی این مسئله سوال کردن و توقفت فيه اولا، در مد اول توقف کردم، چیزی گفتن نتوانستم. و اردت ان اقف على الحقیقه، و خواستم که حقیقت را دانم که این از چی عبارت می باشد، در ترکیبش چی می باشد. فجاء الی احد السائلین بالآله، یکی از سوال دهنده ها به من همین آلت را آورد. التي يستعملونها لتخفيف الضغط، آن آلت را که برای سبک گردانیدن فشار
استعمال کرده می شود. فامرت رجل ان یضغط علیها امام رائحة یدی، بس فرمودم همین شخص را که پخش کند آن را در روبروی کف دستم. ولم ار شیئا منها له جرم، و برای این از همین یعنی یگون چیزی ندیدم که دارای جرم باشد، جرم یعنی تندار نبوده است. قال شیخنا لا کالماء، نمانند آب است، ولا کالشیء الذی، یکی کالشیء له جرم، نمانند یک چیزی است که چی تنه داشته باشد. و انما احسست بهواء بارد، فقط هوای خنک را حس کردم. فتبین لی انها لا تعد مفطرة، بس برایم انیق و روشن شد که این را همچون روزه شکننده یا که شکننده روزه اعتبار داده نمی شود یا که به شمار نمی رد. فهی کالهواء الذی یستنشقه الانسان، این بمانند هوای بود است که انسان را نفس میکشد. او الدخان الذی یحصل عن غیر قصد، یا که مانند دود است که روی میدهد یعنی که نه از روی قصد. وقد ذكر بعض المتخصصين بهذه الأمور أن هذه الآلة التي تستعمل للربو فيها أكسجين مضغوط. و بعض متخصصان این ساحه ذکر کردن که این آلت را که استعمال کرده می شود برای ربو یعنی برای بیماری آسما، در او اکسیژنی پخش کرده شده می باشد. ولهذا لا ارى فيها بأس، برای خاطر همین در این یگان باکی را من یعنی ندیدم که نمی بینم میگوید شیخ. نعم. المسألة السابعة عشر، مسألة حدهم حكم خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوها. يعني مسألة حدهم حكم برامدن خون از شخصی روزدار مانند خون بینه و استحاضه و خون استحاضه که مثال گیریم خون غیر عادتی زنها و مانند اینها. میفرماید که لا یفسد الصوم بخروج الدم من الصائم، یعنی روزه ویران نمی شود به سبب برآمدن خون از شخصی روزدار که رعاف مانند خون بینه و استحاضه و مانند استحاضه که این خاص به زنها می باشد و نحوها و مانند استحاضه دیگر خونها. ولا حرج على الصائم في تحلیل الدم عند الحاجة الى ذلك، و یگان باکی ندارد بالای شخصی روزدار در سپاریدن خون در وقت حاجت به این بودن یعنی برای انالیز، لانه اخراج وليس بادخال، زیرا اینکه این یک چیزی برآوردن است و نه چیزی می باشد که وی را در آورده می شود در وجودی انسان. قال شیخنا رحمه الله، شیخ ما یعنی شیخ احمدی ابن یحیی نجمی الله رحمتش کند گفته است که و مثل ذلك ما يتبرعون به للمريض من الدم، و مانند چی یعنی همانند این می باشد همان خونهای را که مثال گیریم برای کمکی بشردوسته یا که همچون کمک برای بیمار خون می دهند، این هم همین طور می باشد. و حکمه حکم الحجامه، حکم این مانند حکم حجامه می باشد که النبی صلی الله علیه و آله و سلم احتجم و هو صائم کما بواب البخاری، پیغمبر صلی الله علیه و سلم حجامت کرد در حینی که روزه دار بود، چخلی که آید این امام بخاری باب گذاری کرده است. نعم. المسألة الثامنة عشر كعشرة، مسألة هجدهم حكم تغيير الدم لمريض الكلي وهو الصائم، یعنی حکم عوض کردن یا که دیگرگون کردن خون برای شخصی بیماری گرده و هو صائم در حینی که او روزدار می باشد. قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتاويه، يعني الشيخ امام عبد العزيز بن باز الله رحمتش کند در فتواهای خود در مجلد 15 در صحیفه 275
چنین فرموده است که یلزمه القضاء بسبب ما یزود به من الدم يزود به من الدم النقي فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهو مفطر آخر. یعنی با او لازم میشود قضاگی را داشتن، یعنی در وقتی حین خون را کلا عوض کردن به سبب این با خونی تازه تأمین شدنش. البته در برابر این خون با دیگر ماده باشد با چی میشد؟ این هم با یک روزش ویرون میکردگی دیگر میشود، یعنی بعضا میباید با روزش ویرون میکند دیگر ماده. المسألة 19 مسألة 19 حكم خلع أو تنظيف أو حشو الأسنان في أثناء الصيام، هل يؤثر ذلك على الصائم أم لا؟ يعني مسألة 19 حكم کندن دندان یا که تازه کردن طبابت دندان ها، یا که مثال پلمبه خمیره گذاشتنی دندان، یا که پلمبه زدنی دندان ها در اثناء روزه، آیا این در روزه تأثیر میرساند یا نه؟ قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام. یعنی شیخ محترم ابن باز رحمه الله فرموده است که اون سوال هایی که یا که اون چیزهایی که در سوال ذکر کرده شده است اینها دارای یگان تأثیر نمی باشند در صحیح بودن روزه، یعنی که در روزه یگان ضرر نمی رسونند، بل ذلك معفو عنه، بلکه از این عفو کرده میشه، گذشت کرده میشه و چشم پوشیده میشه. و علیه ان یتحفظ من ابتلاع شیء من الدواء او الدم، فقط با شخصی دندانش را میکند یا که تبابت میکند لازم میشود که محافظت کند، احتیاط کند که مبادا یگون چیزی از دارو را یا که خون را و داخل فرو نبرد. قال شيخنا رحمه الله فإن ابتلع عامدا فعليه القضاء. یعنی شیخ احمد ابن یحیای نجمی میفرماید که اگر خستان فرو برد به او لازم میشود قضاگی همان روز. نعم. المسألة 20 مسألة 20 حكم دواء الغرغرة هل هو مفسد للصوم أو أم لا؟ یعنی مسئله 20 حکم درمان و دارویی که ویران خیلی استفاده بوده میشه به طریق غرغره کردن، یعنی به دهان غرغره کردن وی رو استعمال کرده میشه، فقط استعمال همین خیلی میباشد. آیا وی روزه رو ویران میکند یا نه؟ قال شیخنا احمد بن یحیی النجمی رحمه الله، شیخ ما احمد بن یحیی النجمی الله رحمتش کند فرموده است که انا لا ارى جواز الغرغره، من جایز بودن غرغره را یعنی که گمان ندارم که این جایز باشد یا که نمیبینم جایز بودن، بل اراه ممنوعا و محرما، بلکه من این را همچون منع و حرام میدانم، لانه مخاطره بالصوم، چون که این نسبت روزه خطرناک میباشد، حيث ان الغرغره لابد ان تكون في اللهوات الداخلیه، زیرا که به همه معلوم است که غرغره باید که در داخلی چی باشد؟ زبانک باشد، یعنی در گلوف برو میشد. و این التحكم في الماء بعد ان یجاوز اللهوات صعب، و یعنی که آب رو داشتن بعد از این که از اون از زبانی که داخلی به طرف گلوف که گذشت و یعنی داشتن دشوار است، مشکل است، یعنی که خواهی نخواهی در داخلی معده فرو می رود. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، و پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده است که وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، و در استنشاق یعنی که در هنگام بینی را تازه کردن مبالغه را رعایت کن، مگر این که تو روزه دار باشی، در این حین
یعنی که مثال مبالغه را رعایت نکنیم. حدیث را از لقیط ابن صبوره روایت کرده است، حدیث صحیح است، خیلی که شیخ البانی ذکر کرده است. فإذا كانت المبالغة في الاستنشاق منهيا عنها فإن الغرغرة فيها مخاطرة بالصوم من باب أولى. یعنی که مدامی که مبالغه در تازه کردن بینی معن باشد، یعنی از مبالغه در هنگام بینی را تازه کردن، مبالغه را رعایت کردن معن باشد، البته غرغره کردن این در غرغره این خطر وجود دارد، خوف وجود دارد به نسبت روزه، خصوصا در این هم از باب اولا است که و طریق اولا است که معن باشد. المسألة 21 مسألة 21 من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره كإنقاذ معصوم من غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك، فإذا تطلب إنقاذ المعصوم فطره جاز له الفطر، وذلك كرجال الدفاع المدني إذا لحقتهم المشقة ولزمه القضاء بعد ذلك. یعنی کسی که محتاج شود به روزش خوردن برای خاطر نجات دادن یک ضرورت ناعلاجی دیگر کس، یعنی برای خاطر دیگر کس نجات دادن، این محتاج شود به روزش خوردن، که ما مانندی مثال گیریم نجات بخشیدن یک شخصی بیگناهی که در غرق شده ایستاده است، یا که در سوختار افتیده است، یا که در زیر یکون چیزی افتیده، بالاشند افتیده است، زیر خانه های افتیده مانده است، یا که زیر دیوار یکون چیزی افتیده، یکون خرابنده می افتد و مانند اینها. بعض وقتی که اگر حاجت طلب کند یا که طلب کرده شود نجات دادنی، برای خاطر نجات دادن یک شخصی بیگناه لازم شود طلب کرده شود روزش خوردن نشود، برایش روزه را خوردن اجازت است. این مانندی مثال گیریم اشخاصی که در دفاعی مدنی کار میکنند، وقتی که به اونها یک مشقت روبرو زند و برای چنین کس بعد از این قضاگی همان روز چی میشود؟ لازم میشود. نعم. المسألة 22 مسألة 22 من غلبه الجوع والعطش وخشي على نفسه التلف أبيح له الفطر دفعا للضرر الحاصل عليه. کسی که بسرش گرسنگی سخت غالب آید یا که تشنگی و به حال خود یا که به نفس خود مثل تلف یافتن را خوف می برده باشد، برایش روزش را خوردن اجازت است برای خاطر دفع ضرری که به سر او فرآمده است. و یستدل علی ذلك ويستدل على ذلك بالأدلة العامة التي تنفي الحرج، و به این دلیل گرفته میشه دلیل های عام را که این دلیل های عام این کار میکنن چرا؟ مشکل ها را و تقضیت بالتیسیر حکم به آسانی میکنن و دفع المشقتی و برطرف کردن مشقتی را میکنن و لازمه القضاء بعد ذلك، ولی بعد از این با او قضاگی چی میشود؟ لازم میشود گفته ایستاده است. نه. بعدا میفرماید که المسألة 23 مسألة 23 يجوز للمرأة الصائمة وضع الحناء على رأسها وعلى يديها ورجليها ولا يؤثر ذلك على صومها. برای زنی روزدار حنه در سرش یا که در دست و پایهاش ماندن جایز می باشد که این بر روزهاش یکون تأثیری منفی نمی بخشد، المسألة 24 مسألة 24 يجوز أن يستعمل الصائم دهن الشعر والجلد لأن مسام الجلد ليست منفذا من منافذ الجسم إلى الجوف. یعنی جایز است استعمال کردن شخص روزدار چرب روغنینه برای موه های سرش و برای بدنش یا که در بدنش استعمال کردن جایز می باشد، زیرا اینکه اون سوراخچه هایی که در پوست می باشند و اینها
گذرگاه مثل گذرگاه جسد نمی باشند و داخلی شکم و داخل هیچی نمی دارد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية الله رحمتش کند گفت است که والادهان لا يفطر بلا ريب، یعنی که چرب کردن بی یگون شک و شبهه باعث شکست روزه نمی باشد. المسألة الخامسة والعشرون، مسألة 25، يجوز شم الروائح الطيبة والتطيب بالطيب، جائز سی بو کشیدن بویهای خوش را و استعمال کردن چی عطرهای خوش را، یکی عطر استعمال کردن، خوشبویی کردن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشم الروائح الطيبة ولا بأس به للصائم. شيخ الإسلام ابن تيمية فرمود است که بو کشیدن بویهای خوش در این برای روزه‌دار یگون باکی یگون ضرر ندارد. قال شيخنا رحمه الله هذا مما يريح النفس يريح الإنسان. شیخ احمد ابن یحیی نجمی گفت است که این از جمله چیزهایی می باشد که برای انسان چی راحت می بخشد و ان الشم لا یؤثر فی الصوم، و بوی کشیدن در روزه یگون تاثیر نمی بخشد، یعنی یگون تاثیری منفی نمی بخشد. نه. بعدا می فرماید که المسألة السادسة والعشرون، مسئله 26، اذا دخل حلق الصائم غبار او ذباب من غیر قصد فانه لا يؤثر على صومه. وقتی که در حلق شخصی روزدار یگون غبار داخل شود یا که یگون پشه افتد بدون قصد، البته این بر روزی اون شخص تاثیر نمی بخشد، لانه دخل بدون قصد منه، چون که داخل شدن این و آن بدون قصد شده است از جانب او و هو لا يستطيع الاحتراز منه، و او قادری خودداری کردن محافظت کردن از این نمی باشد. فعن ابن عباس رضی الله عنهما، از ابن عباس یعنی از عبدالله ابن عباس ابن عبد المطلب الهاشمی رضی الله عنهما روایت آمده است که فالرجل يدخل حلقه الذباب، آیدی انسانی که در حلقش پشه داخل می شود. قال ابن عباس گفت است که لا یفطر، روزش نمیشکند. ذکره ابن قدامه و ابن حجر عن ابن المنیر، این را ابن قدامه و ابن حجر از ابن المنیر نقل کرده ذکر میکنند. المسألة السابعة والعشرون، مسألة 27، قال الامام ابن باز رحمه الله، امام ابن باز الله رحمتش کند گفت است که من عندهم ليل ونهار في ظرف 24 ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيرا أم طويلا ويكفيهم ذلك. یعنی کسی که آن انسانهایی که در نزدشان شب و روز یعنی که در طول 24 ساعت می باشد، یعنی 24 ساعت روزه، 24 ساعت شب می باشد. فإنهم يصومون نهاره، روزه می گیرند، فنداره خواه کوتاه باشد روزش، خواه دراز باشد و برایشان کفایت می کند. والحمدلله ولو كان النهار قصيرا، و شکر الله اگر چنده که روز کوتاهی بدن باشد، یعنی 1 ساعت روز باشدم که 1 ساعت روزه می گیرند. برای مثال بسازیم. المسألة 28، هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع؟ این ان شاء الله برای درسی آینده میمانیم. نکتفی و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا والحمد لله رب العالمین.